اصول اولیه رگگیری، چجوری گارا رو ببندیم، چجوری آنژیوکت مناسب رگ رو انتخاب بکنیم، چجوری استریل کنیم مرد رو. دوستان نگاه کنید، 5 و 10 سانت بالاتر از اون محلی که میخواید رگگیری کنید گارا رو میبندید. استاندارد میگه از پایین شروع کنید برید بالا، چون اگه اینجا خراب شد نتونستید بزنید میتونید برید بالا بگیرید. ولی من به دوستان به بچه‌ها میگم که اول آرنج رو بررسی بکنن. اگه رگ خوب اونجا پیدا کردن اصلا اونجا بزنن. چرا؟ چون اصلا به درد کم اونجا رگا کلوفتر راحت‌تر میتونید پیدا کنید. 5 تا 10 سانت بالاتر از محل گارا رو میبندید. توسط مکانیسم لنف رگ مناسب رو انتخاب میکنید. به بیمار میگید دستشو باز و بسته کنه، از محل پایین‌تر از سطح قلب میگیرید و میتونید با ضربه هم ورید رو متورم کنید که راحت‌تر بتونید پیدا کنید. از داخل به بیرون ببینید صورت حلزونی. سطح پوست رو استریل میکنید. چسبتون رو میذارید پشت آنژیوکت. آنژیوکت مناسب رگ رو باید انتخاب بکنید. یعنی متناسب با رگ اندازه آنژیوکت رو انتخاب میکنید. صورتی بزرگتر از آبیه و آبی بزرگتر از زرده، زرد کوچکتر از همشونه، سبز از همشون بزرگتره. دستتون رو میذارید پشت آنژیوکت، بالاشو نگه می‌دارید، بعد اینجوری دیگه نه به اینجا دستتون باید بخوره. اگه دستتون بخوره آنستریل میشه و نه به محلی که ضد عفونی کردید. پوست رو کامل میکشید. خب با زاویه کم از اینجا وارد رگ میشید. به محض اینکه خون اومد داخل پشت آنژیوکت، میده رو یه ذره میکشید عقب. ببینید خونم اونجا پوست رو میکشید و وارد رگ میشید. سریعا دارو رو باز میکنید، نگه می‌دارید، دستتون رو میذارید توی این منطقه در ادامه کانولا، بعد میده رو خارج میکنید. از اینجا گفتم چیکار کنید؟ حتما سوپاپ اطمینان رو انجام بدید. یعنی دستتون رو یه ذره بردارید و خون رو کاملا اینجا مشاهده کنید و بعد درپوش رو پانیراک رو ببندید. دستتو باز کنید. ببینید رگ داره اینجا بازیگوشی میکنه، میلرزه. برای اینکه یه همچین رگ‌هایی که دارن بازیگوشی میکنن، میلرزن، بتونید ازش رگ گیری کنید، بعد چیکار کنید؟ اینجوری بکشید. ببین دیگه بازیگوشی نمیکنه. بعد چون سطحیه باید با زاویه کم برید داخل که به تاندون اینا آسیب نزنه. این خیلی مهمه. خیلی با زاویه کم برید پایین. زاویه بیشتر میره داخل تاندون. با زاویه کم میرید داخل. قشنگ ببین اینجوری. تو این دست ببین از اینجا من اینجوری وارد میشم. بده یه دونه بده. روی دست حتما با زاویه کم برید، چون سطحیه سری میتونه رگ رو رد کنه، به تاندون آسیب بزنه. بعد رگ انتخاب میکنید حتما دقت کنید که اندازش به اندازه کانولا باشه. خب گرفتید، ببین سطحی میرید داخل. ببین سطحی میرید داخل. خون که اومد سری از بال میگیرید، اینو میکشید عقب، بعد اینو هول میدید میره داخل.